رابی باباجان تمرز از ورزشکاران اقلیت آشوری کشور نامی آشنا برای اهالی ورزش است که چند روز قبل پس از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان به دیار باقی شد. عصر روز پنجشنبه 31 شهریور ماه مراسمی به یاد وی برگزار شد. اولین بوکسشم به اصطلاح من به اتفاقش، چون منو به برادر خودش خطاب می‌کنه. ما امروز اینجا گرد آمدیم سوم مرحوم باباجان تمرز است. باباجان تمرز از دوران بچگی در ورزش جامعه آشوری حضور داشتن، یعنی یکی از چهره‌های شاخص ورزش جامعه ما هست. آقای باباجان تمرز برای آشوریا من فکر کنم نه اینکه فقط یک قهرمان اسطوره ورزشی بود، من فکر کنم یه معلم اخلاق بود و ما درس انسانیت هم از اون یاد گرفتیم. مرحوم باباجان تمرز در طول 64 سال عمر خود در بسیاری از رشته‌های ورزشی مهارت کسب کرد که از جمله میتوان به وزنه‌برداری، فوتبال، والیبال و در نهایت بوکس اشاره کرد. او چند سال در وزن 48 کیلوگرم قهرمان بوکس ایران شد و بعد هم به عنوان مربی و داور سالها در خدمت ورزش ایران بود و قهرمانان زیادی را پرورش داد. یک انسان به تمام معنا مثبت و خوب بود که میتونست الگو باشه برای خیلیا. همین حضور عزیزانی که امروز اینجا هستن، حرکتی که فدراسیون بوکس انجام داد، کلیه هزینه‌های بستری ایشون هم پرداخت کردن، نشون میده که در این کشور فرقی بین مسیحی و مسلمان و کلیمی و زرتشتی، ادیان مختلف یا اقوام مختلف نیست. چیزی که مسلم هست اینه که هر فردی که برای سربلندی ایران عزیز زحمت بکشه و به مردم خدمت رسانی بکنه، یاد و نامش همیشه در اذهان باقی خواهد موند. مرحوم باباجان تمرز هم از افرادی بود که ورزش ایران خصوصا رشته بوکس خدمت زیادی کرد. علیرضا اکبری، شبکه خبر.